سلام و درود خدا بر شما برادران اهل اسلام و خواهران گرامی قدر که با این کانال ما مهمان شده. از درگاه خداوند به همه شما موفقیت ایمان بردبار نصیب طلب دارم. امروزه درس ما و شما در بیان یک عبادت هایی که الله او را دوست می داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک می فرماید: ای امتان من از این دنیای شما سه چیز دوست می دارم. شما توجه کنید که رسول الله چی را دوست می داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یکی از این سه این است که من عبادت دوست می دارم. دوست می دارم که همیشه بر عبادت پروردگار باشم، بر نماز باشم. دیگر این که خوشبویی را من دوست می دارم. سوم این که من زنها را دوست می دارم. و این خاطر که شما زنهای خودتون، خواهرای خودتون، مادرای خودتون چیکار کنید؟ احترام و حرمت کنید. امروز که موضوع من شما برادران اهل اسلام عبادت پروردگار است. همین موضوع دنباله کرده میریم. اگر اندکی هم وقت هم باشه برای انسان با عقل یک نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای انسان با فهم ده سخن خودش کفایه میکند. شاعر میگه گنجینه در این عالم ویرانه نماز است، توحید بود باده و پیمانه نماز است. به سجده به درگاه خدا ره نتوان یافت، گر کعبه روانی در آن خانه نماز است. چی زیبا میفرماید. اگر همون کعبه الله همراه همونجا مردم نماز خوندیستن، یگانه راه انسانی که تلفن الله خط میخوام با الله صحبت کنم، الله من دوستی خود بگیره، این باید نماز خدا را برپا بداریم. ای برادر عزیز، ای خواهر مهربان، هر کجا که باشیم باید عبادت الله بکنیم. اگر ما عبادت الله که نکنیم از شیطان فرقیت نداریم. شیطان هم الله هم میشنو. شیطان هم همه چیزی را که الله خلق کردگی بود میدونید، در جمله ملائکه بود. نکی گفت آدم سجده کرد، سجده نکرد، از جنت بیرونش کرد. به خاطر چی؟ به خاطر که خدا را حضرت آدم سجده نکرد، تکبر کرد. انسان بی نماز هم فرد روز قیامت عبادت الله نکنه، در جمله شیاطین می شود. به این خاطر به یک الحمدلله کفایه کرده همه روسیاهی را کنیم. این شرمندگی است. شیخ گفت ای برادران، ای شاگردان من، شما کوشش کنید که نماز خونید. یک انسان خیز گفت ای شیخ، هر کسی که لا اله الا الله بگه و داخل جنت میشه، مگر تو رسول خدا را نشنیده؟ گفت ای فرزند عزیز، تو راست میگوی. نیکه همون کلیت جنت کلیت راسته یا دندون داره؟ در جواب شاگرد گفت بله یا شیخ، دندونک داره، همه کلیتا به خود دندان داره. انما گفت کلیت راسته که تو میگی لا اله الا الله، نیکه او دندونک ها دارن، اون چیان؟ این عبادت های، نماز های، روزه های، زکات های. برادران بیدار شه، پشتونه در سر ده. به همین خاطر الله در 100 جای قرآن، زیاده از 100 جای قرآن میگه بنده من تو تفکر کن، بنده من تو عقل کن، بنده من تو کدام راه میره تو فکر کن. قرآن برای یک ملا نازل شدگی نیست، برای یک شیخ نازل شدگی نیست، برای همه مسلمین روی دنیا نازل شدگی. و ما ارسلناک الا رحمت للمؤمنین. من پیامبر نفرستادم مگر رحمت برای همه شما. توجه کنید که پیامبر چی میگه. الله در قرآن با من تو برای نماز چی میگه؟ پیامبر گرامی اسلام میگه من اقام الصلاه فقط اقام الدین. هر کسی که نماز الله برپا میداره، دینش بالای سرش میگردونه رنگ تاجوره. و من ترک الصلاه فقط هدم الدین. هر کسی که نماز الله از زیر پا کرده، بندگی الله نکرد، فکر دنیاش کرد، او دینش از زیر پا کرده است. پشتونه در سر بگیره برای 4 سوم دنیاش در دینتون نفروشه. روز قیامت خداوند در پیروای شیطان نگاه میکنی، از عقیبش همه پس موندهش اون آدمای بی نماز هستند. با این خاطر هدایت